مریم، یکی از سوالات پرتکراری که ما همیشه تو مشاوره هایی که داریم برای کسب و کار با خانم ها خیلی این رو باش روبرو میشیم که ازمون میپرسن خب آفاق، من که ذهن خلاقی ندارم، به نظرت به درد کسب و کار میخورم؟ این باوری که یه سری خانم ها دارن که من ذهن خلاقی ندارم از کجا داره براشون میاد؟ آفاق، خودت میدونی که ما اگر برگردیم به کودکیمون هممون ذهن خلاقی داشتیم. توی کودکی ما اگر اصلا همین الان به یک کودکی نگاه کنیم میبینیم که برای یک کودک چیزی به عنوان نشدنی وجود نداره، همش در حال کنکاشه، همش در حال کشفه. بنابراین توی این کشفیاتش ما داریم ازش میبینیم که به راحتی احساساتش رو یا رویاهاش رو بیان میکنه و از یک عروسک چیزی رو برای ما میسازه که شاید من و تو وقتی اون لحظه اونجا هستیم فکر میکنیم این از کجای فکر این داره میاد. کاملا میاد الگو برداری میکنه، بعد خودش یک عالمه موضوع کنارش میذاره و خلق داستان میکنه. بچه‌ها از ما داستان میشنون و بعد خودشون هم داستان میسازن. خب این از یه ذهن خلاق میاد، برای همه کودکان هست. البته که در بعضی از کودکان به خاطر اینکه پدر مادر رو به این موضوع آگاهن، پرورشش میدن، کمکش میکنن با نوع نقاشیایی که داره میکنه یا حالا هر کار دیگه‌ای که میکنه بهتر یاد میگیره، ولی این در وجود ما هست. حالا باید بهترش کنیم. درسته در بزرگسالی این ذهن خلاق ما به اصطلاح کار نمیکنه. بله میتونه باشه، ولی ذهن خلاق رو میشه پرورش داد. چون زمانی که ما اینو بدونیم روند خلق باید یک چیز معناداری برای ما باشه. پس بنابراین وقتی که ما یک چیزی رو میخوایم خلق کنیم، ذهنمون کاملا باید در اختیار خلاقیت باشه، تخیلاتمون باشه در واقع. یعنی تخیلات ما کاملا در ذهن ما باید رها بشه و اجازه داده بشه که ما بتونیم خلق کنیم و یک چیز معناداری رو به وجود بیاریم. یه چیزی که ما اگر در رابطه با حتی موضوع کسب و کار صحبت میکنیم، اگر ذهن خلاق رو در کسب و کار میگیم، معنیش این نیست که به این خاطر که برو یه چیزی رو یاد بگیر که بتونی کسب و کارت پول بیشتری در بیاری یا حالا امرار معاش بکنی. نه، ذهن خلاق حتی در کسب و کار باید معنای بهتری به کار ما بده، یه چیزی بزرگتر، والاتر، قدرتمندتر معنا داشته باشه. بسیارم عالی. امیدوارم این پاسخی باشه که دیگه خانومی نخواد این رو به خودش بگه که من ذهن خلاقی ندارم. مرسی مریم. مرسی از خودت.